یه سوالی داشتم ازتون. تا حالا شده که یه جمله‌ای به اکستون تا حالا نگفتین و دوست دارین الان بگین؟ ورزشکاری؟ و چی ورزش میکنی؟ بدنسازی. خوب. داشت سن ازدواج مال یه پسر تو این دور و زمونه چقدره؟ ببین اصلا به سن ربطی نداره، بستگی به اون عقله داره دیگه. سلام، خوب هستین شما؟ مرسی، ممنون. یه سوالی داشتم ازتون. تا حالا شده که یه جمله‌ای به اکستون تا حالا نگفتین و دوست دارین الان بگین؟ جمله‌ای بوده بهش نگفتین؟ واقعا؟ خواستم بهش بگم که خیلی حیف شد تو لیاقت منو نداشتی. خیلی خواستم با من باشن ولی انتخاب من تو بودی. الان هر کسی میره سمت لیاقتش. میتونم یه سوال شخصی بپرسم ازتون؟ اگه دوست داشتین میتونین جواب ندین ها. بفرمایید. چند وقت کات کردین؟ من همین 2 روز پیش. 2 روز پیش. بعد چند وقت با هم دیگه بودین؟ 2 سال. 2 سال؟ آخ بله. آخ. بعد ناراحتین الان؟ نه. اگه بخواد مثلا حالا یه موقعی برگرده بهش این فرصت رو میدین؟ نه فرصتی نمیدم، به خاطر اینکه من تمام عمرم براش گذاشتم، به مدت 2 سال و باش بودم. سر اینکه اکسش خواست باش بک بزنه تمام خاطرات و لحظه‌ها رو ول کرد و رفت با اکسش، پس من فرصتی بهش نمیدم. یه جمله به دخترایی که حالا این مشکل واسهشون پیش اومده مثل شما ندارید بهشون بگیم؟ نه اینو دیگه نه. اینو نداری؟ نه. مرسی، ممنون. اگه مشکل یه لایک هم به دوربین نشون میدین. مرسی، ممنون. سلام، خوب هستین شما؟ یه سوالی داشتم ازتون. تا حالا شده که یه جمله به اکستون می‌خواستین بگین ولی نگفتین؟ بله، الان بگم جمله. آره بگو. میخواستم بهش بگم که آدما وقتی که میخوان برن همش دنبال یه بهونه‌ای هن که تو هم اون بهونه رو واسه من پیدا کرده بودی و حتی توضیح هم نخواستی. ولی خب الان توی این جایی که توی این موقعیتی که هستم ذره‌ای برام مهم نیست بود و نبوده توی زندگیم اون موقع، ولی مهم بود. یه سوال میتونم بپرسم؟ چند وقت کات کردین؟ 4-5 ماه کات کردین. بعد چند وقت باهاش بودین؟ 6-7 ماه فکر کنم. اگه اون فرد فرصت دوباره بخواد بهش میدی یا نمیدی؟ 100% نه. 100% بهش نمیدی؟ نه قطعا نه. حتی یه خورده؟ نه. مرسی، ممنون، متشکرم. اگه هم رضایت یه لایک به دوربین نشون میدی؟ مرسی، ممنون. مرسی. آقا سلام. خوب هستین شما؟ ممنونم، مرسی. یه سوالی داشتم. سوالی هستش که جمله‌ای هستش که تا حالا به اکستون نگفتین و دوست دارین بهش بگین؟ حالا جمله‌ای که نبوده بهش نگفته باشم، فقط اشتباهاتی کردم. چه بهش گفتم دوستت دارم، گرفتمش ولی بین راه بهم یعنی محبتمون نپذیرفت. ازدواج کردین؟ ازدواج کردم، طلاق گرفتم. بعد میتونم این سوال شخصی بپرسم؟ اگه دوست داشتین میتونین جواب ندین. چند وقت با هم دیگه بودین؟ با سال 90 اول برج 95 آشنا شدیم. 99 ازدواج کردیم. همین امسال جدا شدیم. بعد هنوز دوستش داریم؟ هنوز دوستش دارم ولی نه مثل قبلیه. نه مثل قبل. اگه دوست داشته باشه برگرده و حالا این فرصت رو بهش میدین؟ کسی که به خاطر حرف دیگران رفت همون بره بهتر. بعد جمله حالا به بقیه که مثلا این مشکل واسه شون پیش اومده ندارین که بهشون بزنین؟ یه نصیحتی حالا یه صحبتی؟ حرفی نیست. مرسی. اگه مشکل ندارین ویدیوتون پخش بشه یه لایک هم به دوربین. مرسی، ممنون. سلام. خوبی داداش؟ مرسی. اسمتون چیه؟ ایلیا. توجه کردی تو این ویدیو هیچکی نگفت تو خوبی؟ همه گفتم فداشم قربون برم. یه سوالی دارم ازت. جمله‌ای هستش که تا حالا به اکست نگفتی و دوست داری بهش بگی؟ ای کاش همینطوری که زندگیش هستش خوب پیش بره، آینده خوبی داشته باشه. نمیدونم داره چی کار میکنه الان، ولی همینطوری که پیش میره حالا با هر کی که هست یا کلا نیستش زندگی خوبی داشته باشه. بعد یه سوال دیگه دارم شخصی، حالا دوست داشتی میتونی جواب بدی. چند سالتونه؟ الان من تو 19 سالم. تو 19. بعد چند وقت با هم دیگه بودی؟
حدود مثلا یه 6-7 ماهی میشد. 6-7 ماهی میشد. بعد دوستش داشتی؟ اونطوری که مثلا اگه چیز میشد آره اولش خب آدم خوشش میاد، ولی به مرور که رفت جلو اون علاقه نمیدونم چی بود که کمتر شد، یعنی اون جرقه نخورد که بتونیم کامل علاقه پیدا کنیم با هم. بعد اگرم مثلا بخواد روزی دوباره برگرده، این اجازه رو بهش میدی که برگرده دوباره داخل زندگی؟ فکر نکنم. نه یه بار آخه ربطی به اون نداره، وقتی یه چیزی بوده دیگه شخصیت آدمو سخت عوض میشه. حالا نمیدونم بعد چند وقت بتونه عوض شه راحت، ولی بازم بستگی داره، باید ببینمش. جملاتش خیلی قشنگ بود، دوست داشتم. بعد صحبت دیگه نداری؟ اگرم رضایت داری به این ویدیو یه لایک قشنگ به ما نشون بده. عشق منی آقا، قربونت برم. چون ورزشکاری؟ ورزشکاری؟ و چی ورزش می‌کنی؟ بدنسازی. خب داش منم ببر 6 ماه میخوام با رفیقم برم، هی میگم از شنبه. آقا عشق منی قربون. آقا سلام. خوبی شما؟ اسمتون چیه؟ من محسن. آقا محسن جمله هستش که تا حالا به اکستون نگفتیم و دوست دارین که بهش بگین؟ آره. چی بوده؟ این بودش که من میدونستم داستانی که اتفاق افتاده، اون زدش زیر گریه. خب چیز شد زد زیر گریه، من پشیمون شدم، گفتم عذاب وجدان گرفتم، گفتم بابا چرا بهش اینجوری گفتم. بعدش دیگه یه مقدار که زمان گذشت بعد فهمیدم آره واقعا اون اتفاق افتاده بود. اون اشک تمساح دخترونه که میگن. بعد این قشنگ اینه روباه مکار دیگه. آفرین دقیقاً. چش رنگی ها اینجوریه. بعد میتونم یه سوال بپرسم، سوال شخصی، اگه دوست داشتی میتونین جواب ندی. چند وقت با هم دیگه بودین؟ بکنم 4-5 ماه. بعد دوستش داشتین؟ دوست که اولش نه، ولی خب مثلا آخرش عادت کرده بودم. یعنی دوستش نداشتی، عادت بوده. که بوده. عاشقش باشم نه. آره. نه. الان عاشق کسی هستی؟ نه. چند سالتونه؟ من 30 سالتونه. آره. بعد به نظرتون سن ازدواج مال یه پسر تو این دور و زمونه چقدر؟ ببین اصلا به سن ربطی نداره، بستگی به اون عقله داره دیگه. یکی هستش تو 30 سالگی به اون تکامل میرسه، یه سری هستن 40 سالش هم میشن و بچه‌ام. مرسی آقا، متشکرم که وقت تو گذاشتی. اگه رضایت هم یه لایک به دوربین نشون میدی. آقا دمت